عسل ماده‌ای است که از حدود 5000 سال پیش مورد استفاده مردم قرار می‌گرفته است و خواص دارویی، درمانی و حتی زیبایی بسیاری برای انسان دارد. از این رو شرکت تعاونی تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسان بیش از 3 دهه است که فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه پرورش زنبور عسل و تولید محصولات جدید و با کیفیت آغاز نموده. این مجموعه همکنون دارای 1500 کلونی زنبور عسل و مجهز به دستگاه‌های تمام اتوماتیک جهت بسته‌بندی عسل با بهترین کیفیت و مطابق استانداردهای جهانی میباشد. کارخانه عسل کوهدشت در این مسیر با استانداردهای سختگیرانه خود به همراه تیم قدرتمند تحقیق و توسعه با هدف ارتقاء کیفیت عسل‌های طبیعی و رضایت مصرف کنندگان گام برمی‌دارد. با عسل طبیعی کوهدشت کام خود را شیرین کنید. کوهدشت، طعم طبیعت.